کاروانسرای متفاوت در دل کویر. سلام، من حسین طباطبایی ام و این کانال پرشیا فوتو تراولره. الان داخل تنها کاروانسرای سالم و مدور ایران هستم، متعلق به دوره صفویه. در دوره صفوی شاه عباس صفوی وقتی که به قدرت میرسه متوجه میشه که بازرگانی در ایران دچار نزول و رکود شده. به همین سبب از بازرگان هایی که نسبتاً بزرگ و معروف بودند و میشناخته اونها دعوت میکنه که بیان و ازشون سوال بکنه که چرا این اتفاق افتاده. و بزرگترین معضلی که کاروان سالارها و یا صاحبین کاروان ها داشتن این بوده که امنیت در جاده های ایران برقرار نبوده و گاهن چندین بار در یک مسیر به اینها حمله می شده و اموالشون به غارت می رفته. شاه عباس دستور میده که 1000 کاروانسرا در ایران بسازند و امنیت جاده های ایران رو برقرار بکنند که بعدها کاربرد یکی از کاروانسراها رو تغییر میده. اصطلاحاً کاربریش رو تغییر میده و کاروان ها تبدیل میشن به 999. این یک هوش بوده از یک تیزهوشی بوده از شاه عباس که میخواستن این عدد رو در ذهن مردم جا بندازه و تعداد دقیق این کاروانسراها رو نشون بده که اون در دوره خودش ساخته. کاروانسرای زین‌الدین در 60 کیلومتری شهر یزد واقع شده در مسیر کرمان. به گفته ی تاریخ در گذشته های دور شاه عباس صفوی و محمد خان گنجلی همدیگر را جایی در نزدیک این حوالی میبینند و در دورانی بوده که شاه عباس تازه تبدیل شده بوده به شاه ایران و شهرت پیدا کرده بوده و به سبب حضور او در این منطقه محمد خان گنجلی بیس کاروانسراهایی رو در این منطقه میذاره که کاروانسرای زین‌الدین یکی از اون کاروانسراست. نکته جالب در مورد این کاروانسرا اینه که معمار این کاروانسرا و مجموعه گنجلی خان کرمان هر دو یک نفر هستند. کاروانسراها در گذشته نقش هتل ها رو هم بازی میکردن. وقتی که مردم یا کاروان ها از راه های دور و نزدیک به مناطق دیگه سفر میکردن، در بین راه ها در کاروانسراها اتراق میکردن و هزینه بابت اقامتشون رو هم پرداخت میکردن. نکته جالبی که توی کاروانسراها اتفاق میافتاده این بوده که وقتی که کاروان ها وارد کاروانسرا میشدن، بازارچه های محلی برای ساکنان شهری که نزدیک این کاروانسرا هم بوده اتفاق میافتاده. حتی بازرگان ها با همدیگه هم داد و ستد میکردن. کاروانسرای زین‌الدین در حاشیه جاده قرار داره و همونطوری که گفتم در 50 کیلومتری شهر یزد واقع شده. این منطقه به سبب اینکه آلودگی نوری کمتری داره، شب‌های بسیار زیبایی رو شما میتونید اینجا سپری بکنید و رصدهای خاطر انگیزی برای شما اینجا رقم خواهد خورد. کاروانسرای زین‌الدین در نزدیکی شهر مهریز واقع شده و اینجا در اوایل بهار دارای پوشش گیاهی متنوعی و گونه‌های مختلفی از گیاهان دارویی هم اینجا رشد میکنه. ممنون که تا اینجای کلیپ با من همراه بودین. اگه کانال منو سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب بکنین و لایک هم فراموش نشه. توی کامنت برام نظراتتون رو بنویسین و بگین که آیا تا حالا به این کاروانسرا سفر کردین و یا نه. و اگر سفر نکردین برام بنویسین که دوست دارین به این کاروانسرا سفر بکنین، چون بهترین فصل سفر به کاروانسرای زین‌الدین بهار و پاییزه. شب‌ها و روزهای خاطره انگیزی اینجا برای شما رقم خواهد خورد. کاروانسرای زین‌الدین برای حفظ امنیت بیشتر یکی درب ورود خروج بیشتر نداشته و همینطور برج‌های مراقبتی دور تا دور کاروانسرا بودن تا از اینجا مراقبت بکنن. این سکویی که اینجا پشت سر من میبینید بهش میگن بارانداز. در دورانی که کاروان ها وارد کاروانسرا میشدن، شترها رو در کنار بارانداز
و به این چوب ها میبستند و بار رو از روی پشت شترها تخلیه میکردن و بعد داخل صفحه ها یا حجره های خودشون میبردن. ساختمان زانوی شتر تقریبا مثل انسان میمونه و فرسایش سریع رو داره. شما تصور بکنید یک شتر سنگین وزن با اون حجم از بار رو هر دفعه میخواستن بشونن و بلند بکنن سخت بوده. به همین خاطر در کنار بارانداز بارهاشون رو تخلیه میکردن و تکه تکه داخل صفحه ها میبردن.